سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به چینل راه برای زندگی. خدا کنه که جور صحتمند باشین. امروز میخوایم مقایسه داشته باشیم بین ایمیل و پروتون میل و داخلی ویدیو با معدیه همراه باشین. ایمیل یا همون نامه الکترونیکی است که روش ساده و سریع به خاطر برقرار نمودن ارتباط با دیگران می باشد و امروز ایمیل کاربرد زیادی در زندگی ما دارد، مثل پیشبرد کارهای اداری، ثبت نام در سایت ها و انجام کارهای بانکی. اولا از لحاظ امنیت، گرچه سرورهای ایمیل در کشور آمریکا نگهداری میشه، ولی پیام‌های ما را میتونن بخوانند، چون روی پیام‌های ما رمزگذاری کامل صورت نمیگیره. و دوم، فعالیت‌های شما را میتونن پیگیری کنن و مطابق از تبلیغات خود به شما به نشر بسپارن. و همچنان ما نمیتوانیم بدون شماره موبایل حسابی برای خود در ایمیل بسازیم. و یک خوبی که داره 15 گیگابایت حافظه رایگان داره که در کارهای روزمره میتونیم از او استفاده کنیم. و دوم، پروتون میل می باشه که ساخته شده کشور سوئیس است، جایی که قوانین سختگیرانه در مورد حفظ حریم خصوصی دارند و تمام سرورها در کشور نگهداری میشه و همچنان از رمزگذاری کامل روی پیام ها استفاده میکنن که حتی شرکت هم نمیتونه پیام های ما را ببینه. و یک مشکلی که داره حافظه کمترش است نسبت به جیمیل که 500 مگابایت است و یکی از خوبی‌هاش ما میتونیم بدون شماره موبایل برای خود یک حساب بسازیم. در آخر دوستا، اگر برای شما حریم خصوصی مهم است، میتونین از پروتون میل که بهترین انتخاب است استفاده کنین. تشکر از همراهیتان. لایک، شیر، سابسکرایب فراموش نکنین.